کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی تاجیکستان خبر داد که روزهای دوم چهارم ماه آگوست سال 2022 در ناحیه‌های کوهی و دامنه‌کوهی کشور به استثنای قسمت شرقی ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها پیش بینی کرده می شود. در این رابطه کمیته از ساکنان خواهش می‌کند که خیلی احتیاطکار باشند و سر وقت تدبیرهای بی‌خطری و امنیتی اندیشند. از جمله از ساکنان خواسته شده است که برای پیشگیری از پیامدهای ناخوش سیل سر وقت جویبارهای نزد حولی‌ها و سیل‌راه‌ها را از سرگونه‌خس و خسپاره‌ها تازه کنند تا سیل به ممانعت گذرد و وارد خانه‌ها نشود. رفتن به چارواچرانی، ماهیداری، غنچینی هیزم، علف نیز مصلحت نیست. موقتا خودداری کردن از این کارها به منفعت است. گفته می شود در هشدار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده این نهاد همچنین به کوهگردان و سیاحان و دوستداران سیر و سیاحت در کوه‌ها توصیه می‌دهد که همیشه قاعده‌های بی‌خطری را رعایت کنند. رعایت فاصله هنگام سفر موافق مقصد و گرو بی‌خطری است. مصلحت داده است کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به رانندگان و سیاحان در پایان ماه ایول در چند گوشه تاجیکستان سیل آمد. از جمله روز 29 ایول بر اثر آمدن گرمی شدید سطح آب در رود زرافشان بالا رفته و آب از ساحل بیرون شده 320 متر راه را پوره ویران نمود. این باعث شد که راه عینی مشتای کوهی موقتا بسته شود. همین طور نیمه دوم 31 ایول در پی بارانی‌های زیاد کوتاه مدت در دهه‌های مزار بالا، مزار پایان و لنگر شاه نویه تاجیک‌آباد از سیل‌راه‌ها سیل آمده 25 زمین نزد اولگی ساکنان را ویران کرد. خوشبختانه این آفت‌های طبیعی بدون تلفات پس سر کرده شدند.